وقتی از خانه بر اومدم بسم الله نگفته بودم. توبه توبه توبه. برادر، کسی که بسم الله را فراموش کند خدا را فراموش میکند. اینطور نگویید اکا. اکنون چیکار میکنید؟ با خانه برگشته از نو برایم. بسیار دیر میشود. اصلا من از خاطرم نمیبرورم ولی فراموش کردم. اجداد ما به بسم الله نفس نمیکشد. دوست ما باشد پیش از برآمدن فراموش میکند. کاری که به بسم الله به کمبودی نمیشود میگویند پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و بله. سلم. شیطان فکرم رو پریشان کرد. گوش کن. حضرت علی رضی الله عنه چی میگوید؟ اسرار الهی در کتاب‌های و پیغمبران فرستاده او نهفته است. سیر کتاب‌ها در قرآن است. سیر قرآن در سوره فاتحه می باشد. سیر سوره فاتحه در بسم الله است برادر. سیر بسم الله در حرف ب است. سیر حرف ب در نقطه‌اش. انا همان نقطه منم میگوید حضرت علی. نقطه اکا؟ یگانگی الله، وحدت، یک و یگانگی او. انا برای همین بسم الله مهم است کارلوس. اکا اینطور نگویید. چی من مگر مهم نیست گفتم من؟ در اصل ما با بسم الله گفتن فقط نام الله را نه بلکه یک و یگانه بودنش را هم میفهمیم. کلید هر در، خیر هر کار بسم الله است برادر. خدا از شما راضی باشد. وظیفه هم برادر. من با شما نروم. کار را برباد ندهید. مادامی که از یادت برآمده است با اول و انجام بسم الله الرحمن الرحیم بگو. اوه اکا اینطور هم می شود؟ می شود. دین ما دین آسان و راحت است مگر همینطور نه؟ با اول و انجام بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین. خدا از شما راضی باشد اکا. از همه